سلام. امروز با هم دیگه میخوایم قیمه درست کنیم. اصل قیمه رو که درست کنید دیگه بادمجون اگه اضافه کنیم میشه قیمه بادمجون، سیب زمینی سرخ کرده اگه اضافه کنیم میشه قیمه با سیب زمینی. قیمه از اون خورشتایی هستش که همه تقریبا دوستش دارن. حالا بعضیا گوشتشو نمیخورن، با مرغ درست میکنن یا با قارچ درست میکنن، ولی بیس قیمه رو همه دوست دارن. اگه دارین این ویدیو رو میبینین معلومه که قیمه دوست دارین، پس ممنون میشم که همین الان این ویدیو منو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید تا از ویدیوهای جدیدم مطلع بشین. توی کامنت ها برام بنویسین که شما چجوری قیمه رو درست میکنید. بریم با هم دیگه شروع کنیم. اینم قیمه خوش آب و رنگ ما. فقط چند تا نکته رو بگم. اگه میخواین قیمتون کم رنگ تر بشه باید مقدار رب رو کمتر کنید و مقدار زعفرون رو بیشتر بریزید. میتونید به جای کره از روغن معمولی استفاده کنید، اما با کره عطر و طعمش خیلی بهتر و خاص‌تر میشه. بادمجون رو میتونید بپزین و بهش اضافه کنید یا اینکه سرخ کنید و کمی قبل از انتهای پخت توی خورشتتون بذارین و نوش جان کنید.
بهتره که حتما لپه رو کمی تف بدیم با کره، چون باعث میشه که لپه ها توی خورش له نشن، در این حال کاملا موقع پخته بشن. این چند مورد به ذهنم رسید. ممنون میشم اگه ویدیو منو دوست داشتین همین الان لایک کنید. اگر کانال منو سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنین، زنگوله کنارش هم بزنین تا از ویدیوهای جدیدم مطلع بشین. نظراتتون رو برای من تو کامنت بنویسین، تجربیاتتون رو. اگه مدل دیگه قیمه درست میکنی خوشحال میشم که توی کامنت ها برای من بنویسین. درست کنین و نوش جان.